امروز به درخواست آقای منصوری که همیشه پیام میدم از آلمان آمدیم به شفاخانه نور. باز من بعضی وقتا خودی رفیقا شوخی میکنم، میگم یک مشت میخی بده من جلوی پاشتینگه واسه موتورا پنچر شه. نه واقعا این کار تالو نکردم. نکردی؟ نه. خب نکنیم، من شوخی میکنم. رو این تنور زیاد اسیر ده. که چشم خوش نشه با بخوام. پشتم سیف شد دیگه. دیگه از یک خاصیتی داره که زود خوش میشه. بله دیگه اینم که دیر با چوخیم سیف میشه مگه پرتو کنی. بخشش باشه دیگه پیش ما بود دیگه. خواهش میکنم. از ما مردم کدوم مردم بیتر. اونا بیترم از ما. بله. چی بیتری به هر نگاه. اگر بفهمم شما چیزی ندارم شما سر دارم کمک. دست شما رو میگیره. اینجا مؤسسه اگه کمک میکنه وکیل به کسی میده که 5 تا وقت ساختمانش باشه. و هر حکومتی که بیاد میره کام وقت. با عبدالرحمن چی مشکل داره این؟ حالا به زمین خوردم خون به جون مخوش شده بخون. جریان نداره. خون به جون شما جریان نداره؟ والا باز اینجا مشتری ها شما کنی خب واسه از سرک هم رفت آمده. مشتری هم بار خوب بره نبوده مشتری اگه بار خراب بده دیگه نمیاد مشتری نیه. رسیده بده کاخ ندیم برن. خب شما چی میفهمید که همه رسیده؟ ما دیگه چند سال تا اینا سر مسافت شده میفهم. دکتر به دکتری خو اندونه فروش با اندونه خو. راست میگه دیگه. ولی که دکتر برای ما شما نه ما هم دکتر به اندونه. با نام یاد خدای مهربان با عرض سلام و ادب خدمت همه شما. امیدوارم هر جایی که هستین خوب و خوش و ایام بکام باشین و روزگار شما همون قسم که دوست داریم بچرخه. اگر هم نمیچرخه دیگه زندگی تو بالا داره. دعا میکنیم که هر چیز زودتر حال شما خوب بشه، زندگی برای شما بچرخه. مجید احمدخانی هستم، اتفاق همکار خوب ما در خدمت شما. امروز به درخواست آقای منصوری که همیشه پیام میدم از آلمان آمدیم به شفاخانه نور در مقابل جاده شفاخانه نور قرار داریم. دست راستمه میخوایم اینجا با وطندارا و کسبکارا دوستایی که هستن صحبت بکنیم، یک گزارش تهیه بکنیم. شفاخانه نور یکی از مناطق جاهای که در این شفاخانه دوستای ما برای تداوی چشم خود مراجعه میکنن. به همین دلیل شفاخانه نور میگن. یعنی شفاخانه دولتی است یا بیمارستان دولتی است که دوستایی که مشکل بینایی داشته باشن به اینجا میاین، مداوا میشن، تداوی میشن. و قدیمی هم هست مثل شفاخانه حوزوی هرات که فعلا 600 خورده بستر داره، قبلا 400 بستر بود. به هر حال همین لحظه که همینجا من استادم دیگه این سرک هم یا خیابان 4 سرکه شده. این سرکی که همینجا استاد هستیم سرک تازه که از طرف اداره محترم شهرداری ساخته شده و اسفالت هم میبینید تازه است، هنوز افتتاح نشده، یعنی رفت آمد بشه. و همچنین این قسمت یک کانالی هم هست که یعنی اینجا بیایم همکارا این قسمت بگیرین. یک کانالی هم هست که در حال ساخته در کنار این سرک و برای که این سرک بین المللی از این سرک از یا خیابان به هرات و کابل رفت آمد میشه، بسیار بسیار شلوغ و بیروبار هست و این سرک نیاز بوده که ساخته بشه. البته این طرحی است که از حکومت‌های قبلی بوده که اجرا نشده و حال با آمدن امارت اسلامی تلاش میشه که این طرح‌ها اجرایی بشه و به بهره برداری سپرده بشه. دیگه یه قسمت هم که می‌بینیم باغیه که این هم مربوط به بخش ساعت عامه هست و بسیار هم درختکاری سرسبز. ما هم دیگه صبح که در خدمت شما هستیم، رفقایی که به طرف شما اگه شب چاشت دیگه سلامو پذیرا باشیم، همیشه بیاین که شروع کنیم. اول از لالا شروع میکنیم. سلام علیکم.
چیول داریم بیایم این طرف استاد چینگ خوش شما همین جون هفتیم تیار خوشحالی الحمدلله ساعت شما خوبه شما خوبه اسم شما اسم کبیر احمد عظیمی لالا کبیر احمد دم کوچه شواخونی نور چیکار میکنی همینجا رکشا داریم برار جا زرنج دارین بله باز از این مسیر به کجاها میرین از این مسیر دیگه هر جا مریض باشه و انتقال میدن دم خونی و دیگه اصل دوستا بشه واقعا نور میاین ها شکر خوبه زیاد میاین خوبه ها روز 10 تا 15 تا همینجا عملیات میشه و از اینجا باز ما انتقال میدیم به خونه های همینجا خود ما 10 15 سال میشه همینجا ایسکا شمونه ایسکا مونه بله بسیار خوب یعنی دارم میگن که 10 15 نفر روزانه عملیات چشم میشه بله که چشم اینا مشکل داره خیلی خوب و این سرک واقعا 4 سرکه شد دیگه این سرک دیگه 4 سرکه شد دیگه این بین المللیه دیگه یعنی اسکو خطا واسط هم ننداختن که ورود ای بریبر بکنن مردم فعلا هم تو آماده هست دیگه این کانال هم برای از اینه که آماده شه خد اندازونه و مردم ورود کنم از داخل از این سرک بسیار خوب ان شاء الله که به خیر و برابرداری برسه و وطندارای ما استفاده کنن برای شما یک سهولت میشه موفق باشین زنده باشین خیر ببینید تشکر سلامت باشین بیاین که خود شما همینجا خلیفه هم شیشته ان باسکل جور میکنن سلام علیکم صبح بخیر صبح شما بخیر سلامت بخیر سلامت شما خوبه الحمدلله سلامت باشین ماشاءالله همین یک جای کمین گرفتین که دیگه باسکل خراب هم میشه نمیشه زرد چیکار اسم شما خیر احمد لالا خیر احمد غرفگک بسیار عموت کوچک خورده و بسیار داخل تصویر داشته باشین نگاه کنین که چه چراغانی کردن لالا بسیر احمد و لوازم بایسکل هم داریم درسته؟ بله سه لازم باسکل موتور یک کمی دنبال شما برین و حال چیکار میکنی باسکل چیکار شده؟ این باسکل خراب زنجیری بکن این برادر بیارده این باسکل جور میکنه زنجیری بکن زنجیری میندازیم بله سه باز من بعضی وقتا خودی رفیقا شوخی میکنم میگم یک مشت میخه بریم مو جلوی پاشتین که باسکل موتور پنچر شه یعنی واقعا این کار تالو نکردم نه خب نکنیم من شوخی میکنم رو این تنور زیاد اسیر ده او کار رنگ بکنه مگرم باز نمازگاه خونه زنگ زدن که بچه مریضه بله نه تو پول سخت خوردن واقعا سخته هست کسی که کارا بکنه والله ایمون آدم بعد گم وای ندینه فکر نکنم به قدیما از یک مسیر میرفتیم همیشه باسکل پنچر میشد به جلو ما یک باسکل سازی بود میگیم نقش داشته بود یعنی نه نداشته یک مسلمان واقعی کار نمیکنه رد میکنه بله 100% موفق باشین خوشحال شدم خوشحال شدم شما خیلی بینید جهان سپاس تشکر الله فدای شما برسیم به کار خو کلالا هم کار داره خیلی بینید جهان سپاس بخیر باشیم جوانا کاکر بگیرین که خودتون صحبت کنید چی حال دارین مونده نباشید بخیر شما خوبه بیایم یک کنار بسیم سرک بند نشه اسم شما اسم محمد ابراهیم چی محمد ابراهیم جان کجا بخیر اینجا چیکار میکنید هیچ همینجا بیامدیم مراجعه هم غریبی همینجا رکشای داریم دانش فاخری میرستاد خب که از این مسیر مریضا و اینا رو ببریم دیگه مریضا رو میبریم تیارا رو میبریم دیگه هر کی خدا حواله کنه میشونه میبریم بله ایسکا شمونه بله ایسکا ما همینجا قوانین ترافیکی رعایت میکنین قوانین ترافیکی تقریبا 90% رعایت میکنین 10% دیگر نمیکنین چراغ سرخ و سبز اینا رو مستین چراغا رو فلان حال دیگه مجبوریم بستیم به خاطر از اینکه اول کو قانون دیومی هم زور فلان حاکم نمیشه که هستیم مگر تیر شما رو میگیرم یا طرفی جریمه میکنم مگر جوار سیر کنیم بریم لیسانس به خوب بگیریم دیگه باز کار مخرب فکر کنیم میگیم زور اگه زور نباشه نمیچلا خو یعنی با فلان حال قانون بیشتر تطبیق میشه به سر ما اجیرتر شدیم بیترتر شدیم شرایط مساعده مجبوریم که ما قانون بستکیم دیگه یعنی اگه باز قانون سست‌تر باشه باز ما هم خیلی‌تریم باز بیشتر خلاف میکنیم با چه اعتراف میکنیم ها بله خیلی خوبه که آدم بس دیگه قوانین رعایت بکنه به خاطر فرهنگ‌سازی بشه دیگه تا کی ما این به قانون هستیم دیگه باید احترام نکنیم که فرهنگ ما و شما که رشد نکرده ضعیف شده به خاطر همین که درک نکردیم به کاری عمل نکردیم درست همین فرهنگ ما و شما میت ضعیف مونده راست میگین موفق باشین خیلی خوشحال شدم سلامت باشین بیاین که لالا من معطل مونه اینم زرنج دارم مونده نباشین ساعت شما خوبه مکه میگم لالا من معطل مونه لالا میگه با لیاز خدا مکه معطل تو بودم خوب هستی شکر الحمدلله ساعت شما خوبه فرهاد عقابی هستم یک تن از جوانان یا البته از رکشاداران ولایت ایران آقای عقابی یک از جوانان با همتی که کار میکنن عقابی صاحب باز ایسکا شما این منطقه دیگه بله تقریبا یک سال میشه که ما رکشا خریدیم و به این منطقه ایسکا داریم 11 دانست شرق و اینجا که همه از خود هستیم همه رفیقایی بله قوم خیش همه از خودم دلیلی چیه با خونم همینجیه
خونم تقریبا همینجا، ولی خیلی دور نی از منطقه می جاده کبابیونه تقریبا. کوچه دیگه که این جاده شفاخانه نوره دیگه، درسته؟ بله ای جاده منو شفاخانه نوره. البته زیادی کبابیونی هم به اینجا زندگی میکنن. از کبابیون. بله از خود کبابیون به اینجا زندگی میکنم. ما هم اینجا دیگه کسبی میکنیم، بفتاریم کاروبار هم که البته نه، یعنی از صبح ساعت 10 بجا شده تا حالا دستراف نکردیم. دیگه خود شما هم میبینین که رکشا هم داخل شهر خیلی اضافه شده. البته قبلا که بود اگه شما از جاده سرا بیرون میشدین 1 ساعت منتظر رکشا بودین. حالا از جاده خونه بیرون شده و سر جاده شما 5 6 تا رکشا تا شما بیاین. حتی از آدما بیشتر رکشا شده. رکشا شده یاره به هر آدم امکان داره 5 تا رکشا مال برسه. راست میگین. و باز وسیله هم زیاد شده، رفیقا بیشتر موتور دارن. به هر حال و قوانین ترافیکی چی رعایت میکنیم؟ قوانین ترافیکی رو رعایت میکنیم، لیسانس داریم، درس خوندیم، مجبوریم طبق قانونی که دولت ما و شما میگه ما مجبوریم رعایت کنیم. حالا کسانی هست داخل همین شهر رکشا داره به هیچ قانونی نمیفهمه، تکر میکنه و دیگه میکنه هم و پا ما هم سب میشه. در صورتی که ما برفتیم درس خوندیم، لیسانس گرفتیم. خب یار داخل همین شهر فعلا از 100% اگه 30% قانون رو رعایت کنم 70% دیگه مردم رعایت نمیکنه. همین فعلا پیام شما چیه؟ پیام ما دیگه پیام خاصی ندارم. هم قانون ترافیکی مثلا همین چراغ قرمز که ما از چراغ قرمز عبور میکنیم، این خود یک خود برخلاف قانونه. خلاف قانونه. باید قانونه که دولت ما کشور ما شما داره رعایت کنیم تا بتونیم آینده برای خود خوب بسازیم دیگه. حالا ما قانون رعایت نکنیم و نکنه کی رعایت کنه؟ کس دیگه نمیکنه و احترام کردن به قانون به شخصیت آدم تاثیرگذار هست. خوشحال شدم. خیلی موفق باشین، سلامت باشین. تشکر. دوستان ما در همین منطقه که هستیم از این بعد به او بر سرک هم میریم. دوستای ما اون طرف هم دکان دارن، اونا رو میبینیم و ادامه برنامه با ما باشید. دیدیم دیگه شما ما از او بر خیابان یا سرک آمدیم به این طرف، میخوایم این طرف هم با وطندارا و دوستای خود صحبت کنیم. عقب نشینی که شده یعنی خانه‌هایی که چاپه شده این قسمت می‌بینیم این سرک هم تازه ساخته به اون اساسی که قبلا نقشه بوده و کار شده و اسفالت شده و سرک 4 سرکه شده دیگه. از اون قسمت روبرو کوچه که شفاخانه نور میره آمدیم به این طرف دیگه. باید که اینجا خودی اینجا یک جای هم هست که نفر کمتر وجود داره که ما صحبت کنیم. خود رفیقا انا اینجا خوب هستین؟ ساعت شما خوبه؟ جان شما جوره؟ اسم شما؟ جلیل احمد. داره جلیل احمد چیکار میکنیم؟ اینجا دکان داره؟ بله هم یک سازی از ما یخچال سازی. بیایم یخچال سازی شما که تصویری بگیریم رفیقا بلد شم. یخچال دست دوم جور میکنیم، نو جور میکنیم. یخچال بیارن تیار میکنیم. خود چون با می دست دوم منظور لیلامیای بعضیا میگن ما بلد نیم که سیستم از اینا جور کنیم. ما جور میکنیم. یعنی به شما فرق نمیکنه؟ از بعد دیگه کار یخچالام مزیونی دیگه واسط شد. بله دیگه واسط دیگه بله مزیونی. تنها یخچال یا ماشین لباسشویی و ماشین لباسشویی که نشان هم یخچال از ما. خب بله. و فعلا مثل که تعطیل باشیم میتونه. دیگه زمستون دیگه هوا خنک شده یخچالام کمه. یکی عقب نشینی هم که با شده که این فاصله گرفتیم نه؟ بله بیشتر بله و ان شاء الله که عقب نشینی دیگه میتونه لوکس دام دکانا شما جور شه. ان شاء الله کنه خدا میشه ان شاء الله میشه. و کاروبار چی خیلی مهمه که وقتی مشتری میاد باید متوجه باشیم. و کاروبار یک کاسب کار چی مهمه؟ کار اساس باشه، کاسب کار اساس باشه، کار بکنه. انصاف و اخلاق چقدر مهمه؟ که بیاد به اندازه خوبه. اگه اخلاق نباشه، انصاف نباشه که نمیشه دیگه. مشتری تور میخوره، مشتری دیگه نمیاد. خود شما این ملاکار در نظر داره؟ 100%.
مشکلی که بیای اگر مثلا یک رواج بسیار بده که در جامعه ما وجود داره به ظاهر قضاوت میکنن. مثلا یک نفر خیلی شیک لباس خوب داره ولی به نگاه جیبی و مشکل داره، کیسه و خالیه. یخچال مثال بیاره پیش شما به مو ظاهر قضاوت میکنید؟ نه ما میگیم هم مشتری کم نداشته باشه، میگه مشکل نداره، فقط هم کارت بچله و مامور خیر همین برسن بس. نه بس نداره هیچ. خب کاسب کار نمیتونه که نداره کاری بکنه چون او هم مصارف زندگی داره، ولی منظور اینه که در ظاهر قضاوت کردن و یک جنس برطرف فروختن واقعا جفاه. باشه قبول دارم نمیشه ولی که ظاهر نگاه کنی که چیز ظاهر داره چی تیپی داره اون مشکل وزن نیه. ولی متاسفانه در جامعه ما رواج داره. درسته رواج داره بیشتر ولی مخصوصا افغانستان رواج داره. خدا هدایت کنه کسانی که این کارا رو میکنن و از سوء استفاده میکنن، میفهمم که گناه هم داره بازم استفاده میکنم. به می تازگی ما جای رفتیم یک جنس بخریم طرف به ما قیمت حساب میکنه، میگه تو خبرنگارا پول دارن. ولی لحاظ خدا باور کنیم که امروز قشر فقیر خبرنگارای هم میفهمم. ولی موفق باشیم. خیلی خوش شدم. بیاین که پیش برین، خودی دیگه رفیقام به این طرف صحبت میکنه. خدمت شما هستیم از ادامه برنامه از مقابل شفاخانه نور که گزارش به شما تهیه میکنیم، تقدیم شما میکنیم. امیدوار هستیم که هر جایی که هستیم بیننده باشیم، ما رو ببینین. و این قسمت رفیقا ما دیگه گچکاری میکنن. رفیقای گچکار ما یکی از کارها و هنرهای بسیار بسیار ظریف زیبا هست. من یک سلام علیکی بکنم خود خلیفه. اینا چوبه هست میگم. چوبستار بسته کردن روی کار میکنم. مونده نباشه. بکنم بشینی خودش مقصه کنم تیار خوشحاله. زنده باشید. قراری سرال. اسم شما؟ عبدالرازق جان. لالا عبدالرازق. خلیفه اسم چیه؟ اینا محمد نعیم جان هست. هر دو نفر خودی هم کار میکنن؟ بله شرکتی. بله. این گچکاریه دیگه درسته؟ بله گچکاریه. بله. راویز شده باش ما گاج میکنیم؟ بله راویز شده اینا ما گاج میکنیم. بله. گچکاری از کار برنایی دیگه کارا سخت‌تره. سخت‌تره بله و خیلی سخته. کار از این بسیار سخیله. شما دیگه سر شما ایت بالا. گردن ما 24 ساعت به درد میای میگه. کمر و گردن اینو. چی قسم باز موز میگیریم؟ مترونه چه؟ مترونه بله. متر چند؟ متر 150 140 برخورد نداره. 200 1.5 ساعت. چند ساله با گچکاره؟ 15 سال میشه گچکاری. بله بله. کجا یاد گرفتین؟ اینو به ایران یاد گرفتن کسب گچکاری. بله. خیلی خوب. و بگین که شما خوش نشه با بخوام شما سیف شد دیگه. یک خاصیتی داره که زود خوش میشه. بله دیگه اینم که دیر باشه خیم سیف میشه مگه پرتو کنی. بخشش باشه دیگه پیش ما بود دیگه. باشین خواهش میکنم. بریم به کار خب برسیم. موفق باشین زنده باشین. فدای شما سلامت باشین دیگه. رفیقای ما گچکاری میکنن و کار گچکاری دیگه یک از کارهای بسیار بسیار شاقه و سخته. رفقا در خدمت شما هستیم. بیایم با همکارای خود همینجا دیگه. خود دوستای ما همینجا ششتی هم سلام علیکم. صبح بخیر. مونده نباشین. خوب هستین؟ ساعت شما خوبه؟ شما خوبه؟ خیلی خوشحاله. چه کاره بیامدیم بشیشتیم پیش کاکو جان؟ دکان داره؟ بله. بیکاری؟ کاروبار نداره؟ بیکار. چه کار میکنین که بیکار شدین؟ به ایران میرم. به ایران میرم. پاسپورت یا قاچاقی؟ پاسپورتی؟ کثیر دارین؟ نه. امی ویزا میگیریم و باز اونجا میرین چی کار میکنین؟ اونجا نگهبانی یک کار میداریم. میشه؟ بله. تمام خو ارزون شده میصرفه؟ من ارزون هم دو شده بود 17-18 میلیون میدادیم. 17-18 میلیون؟ بله. بر مای؟ بله. نگهبانی؟ بله. یعنی چی؟ کارگر نیه. با کجا؟ با تهران؟ بله. هر جایی.
بگه ساده روز یک میدیم روز 30 میدیم کار و همون وضعیت که پول پیدا آمدی در کار هست بله انشالله و چی مدت میشه که رفت آمد میکنیم باز؟ 1 سال میشه میریم 1 سال میشه بچه ها کجا که شما خود شما کار میکنید؟ بچه ها یکی به دولت وظیفه داره؟ بله دیگه را کجا یکی به ترکیه برفته که با برم اون طرف؟ بله 7 سال میشه خب یکی به چیه به خانه اینجا کار میکنه خدا گستاکار یکی دیگه خود دست میکنه خوبه دیگه شما آدم با غیرت و با همتین دیگه دوست ندارین دست خو پیش بچه دراز کنین درسته؟ نه هیچ چی دراز نمیکنه میگیم دست ما جیب خود ما باشه میره مال 20 40 35 روز وقت میده یعنی 15 روز دیگه بمونده که ویزه کن بکن انشالله که بخیر باشه و هر جور هم که کار میکنیم خداوند همراه شما باشه که چون موی شما سفیده دیگه خدا نگهدار کدوم تامین نگهبانی هم خیلی مسئولیت سنگینیه بله نگهبانی یک ما که دائم میرم با کارواش هم کار میکنم کارواش موتورشویی منظور شما نه بسیار خوب موفق باشه نمیشه اینجا موتورشویی بزنیم اینجا نمیشه نه اینجا نمیشه دیگه اینجا کی موتور ما میشوره هیچ کس نمیشه اینجا زیاد مردم پول داره مردم سرمایه داره بیشتر رفقا موتورها اینجا به خود نمیشورن مردم خوبیه از ما مردم کدوم مردم بیتر اونا بیتر از ما بله چی بیتری به هر نگاه اگر بفهمم شما چیزی ندارم شما 100 تومن کمک دست شما رو میگیره اینجا مؤسسه اگه کمک میکنه وکیل به کسی میده که 5 تا وقت ساختمانش باشه هر حکومتی که بیای میره غم وقت به خور غریب نمیدن یعنی غم هم دیگرها خور ندارم نه بیچاره شهر توجه شیشته هیچ کاری مشکل دارم مشکل داره باشه خدا سلام علیکی بکنم بسیم من وسط شما من بشینم ببخشید بشینید شما بشینید بیاین بشینید شما اسم شما عبدالرحمن کوکا عبدالرحمن چی مشکل داره؟ حالا به زمین خوردم خون به جون خوش شده جریان نداره خون به جون شما جریان نداره؟ والا درو هم تازه به زمین خوردم به کجا به زمین خورده؟ تا کوچی کارته خانه ما موجگاه میتونم آمدم یک دم به زمین خوردم مریضی ما؟ والا چند ساله؟ 65 خونه کجاه؟ کارته به کارته؟ باز بیشتر به کجا هستیم خود شما؟ همین اینجا مانده همین روبرو شما خونه نور؟ 10-11 سال هم اینجا گایم اینجا چی کار میکنه؟ همین کشتوزی میکردم مال دستم بر افتاده که نمیتونم دستم هم بقوات هیچ احسه کنیم دیره به زمین خوردم اینجا گو پشت شد خداوند شما نرم شد این سر دماغ مام نرم شد بسیار خوب ما به شما پول چند تا نونی بودم قبول میکنین؟ خیلی بینه بابا قبول میکنین؟ نه میره بینی کنین خوبه ما به شما پول چند تا نونی میدم باشه قبل از او با کاکا جانم یک سلام علیکی بکنم باز نگم اول مر نگرفتم اینو مونده نباشه چی حال دارین؟ خوب هستین؟ خیریات اسم شما؟ اسمم محمد شاه کاکا محمد شاه کشتوزی میکنین؟ چه کار کنیم دیگه کار که دست ما نمیاد پا و دست شل شدم همینجا شیشتی رو 50 40 20 30 روزی به دست الله جان رامو میگیره رفت رامو میده دیگه بعد حرکت خور بکنه بسیار خوب و جوانی ها کسب و کار یاد نگرفته بودیم به جوانی ها نه هیچی چی کار میکردین؟ نوکیشی میکردم خشمالی میکردم کار ساختمان سازی دیگه خشت و نوکشی بسیار کارا سختی هم بوده بله خیلی خوب حالا بچه ما چا کجا هم؟ ندارم هیچ کس ندارم هیچ کس شما و خانم شما نه؟ نه هم خانم هم ندارم یعنی کجای خانه؟ خانه تا همین جاده کلون چی شد خانم وفات کردن؟ وفات کرد بله خدا مغفرت کنه بچه هم نداشتین؟ دارم بچه هم حالا زمانه شده که بچه به درد پیار بخوره خود نمیخوره بابا جان هم خود ما برادر قام جان خود ما بگره بخوریم بچه نمیخوره بابا انشالله که بچه هم هوا شما داشته باشم خوشحال شدم زنده باش من به شما پول چند تا نانی هم میدم توکل به خدا بخیر باشین دوستا دیگه در خدمت شما هستیم آخرای این دنیای درسته سلام علیکم تیر خوشحالی جان شما جوره خوب هستین ماشاءالله همین جای کمین گرفتین خوب همین مرکز شهر سراکه نام خدا چگاه کنیم دیگه
مجبوریم گزاره کنیم خودشون. آفرین به شما کار میکنیم. من چنده؟ کیلو چنده؟ اینا مومده من 40 من 50. من 50. هندونه کجاه؟ اینا هندونه بایقسه. بادقسه. رفیقا دیگه هندونه های بادقس، هندونه فرا، هندونه هلمند واقعا بی‌نظیره. سیاوشون هم هست، سیاوشون هم خوب هندونه داره. هندونه داره سیاوشون؟ سیاوشون برنج صدری و باغ و انگور داره. هندونه هم هست. هندونه هم ولی هندونه شیرینی خوب، هندونه همین سال حال به دست اومد. میکارن میشه به تازگی. بله خوب میشه. خیلی خوب. باز اینجا مشتری ها شما کنی خوب واسه سرک هم رفت آمده. مشتری هم بار خوب برن و بده مشتری، اگه بار خراب بدن دیگه نمیاد مشتری نیه. رسیده بدن کاخ ندیم برن. خب شما چی میفهمید که همه رسیده؟ ما دیگه چند سال تا اینا سرم سفید شده میفهمیم. دکتر به دکتری خو هندونه فروش به هندونه خو. راست میگن دیگه. ولی که دکتر برای ما شما نه، ما هم دکتر به هندونه. راست میگن دکتر هندونه هم تخصصی هم دکتر هندونه می. تخصصیه واقعا باید بفهمیم بشناسین. باز وقتی میریم میخریم خیلی مهمه که مثلا شما میخرین چی رقم برا بخریم کاخ نباشه. یک موتر بخریم بیاریم اگه کاخ باشه هیچ چیز دیگه بگارم جمع کنیم بریم. امشب به شما هندونه کاخی بودم دیگه نمیاد سال به صد نمیاد. مثل گوشت هم قصبی که بالاش این گوشت خراب بده به شما دیگه نمیاد. ولی خرابه که مثلا مشتری که نه کو هیچ چی بگه میخی نیا باز به دویی میکنه. به دویی هم میکنه. ساعت سفره میگه این هندونی بود چون خدا پولا خورده و روزی تو نکنه. خب بابا این بیچاره چی میفهمیده هندونه به تو داده دیگه. راست موفق باشید ان شاء الله که با کار شما برکتی بیایه و جوانای مثل شما که کار میکنن همت دارن غیرت دارن و در همین شرایط که یک لقمه نان حلال پیدا میکنن. راست میگی خیر بینید. ما خوشحال شدیم از شما که بیامدیم ما دیدن کردیم. بشینید که اینجا به شما هندونه بشکنه. سلامتی شما. بشینید. هوا سرد شده اگه نه هندونه چپه میکنه. هوا سرد مزه میده. شیرین میشه. موفق باشید بیاین که خود شما یک سلام علیک بکنین. چی حال داری؟ خوب هستین؟ ساعت شما خوبه؟ ما هر چی گپ می‌زدیم ما لالا شما تایید می‌کردیم. درسته؟ اسم شما؟ اسم من جواد. لالا جواد. شما هم به می بساط دست داریم نقش شریکیم؟ شریکیم. خودی هم؟ بله. خیلی خوب. و اون رفیقایی که مثل شما جوانایی که کار نمی‌کنن میگن کار نیه چی پیام داره؟ دیگه کار اگه آدم کارگر باشه کار هسته. فهمیدیم. فرق نمیکنه به شرط آدم کارگر باشه. یا این کار یا کار دیگه یا کار دیگه بالاخره اگه کسی به دنبال کاری باشه کار پیدا میشه. اگه که بخونی خود شیشته بشی کی میاد که تو جمع میکنه که باشه بیا کار کنه. دیگه کسی بعد همین خود ما و شما بگردیم به دنبال بریم حرکت کنیم. خدا جو گفته شما حرکت کنید که ما برکت کنیم. فهمیدین؟ حرکت تو نباشه برکت همین. پس رفیقایی که کارگر باشیم کار بکنیم کار هست. یعنی لالا ما تایید میکنن دیگه. موفق باشین. بعد قناعت هم داشته باشین. قناعت خیلی مهمه. روزایی هم شده که دست خالی بریم. اشته نشده روزایی بیده که تا اون هم بکردیم دیگه. باز هم همین قسم خور یاله نکردیم کار خور یاله نکردیم. تسلیم نشده. نه تسلیم نمیشیم. بسیار عالی. ان شاء الله موفق باشین. زنده باشین. خیلی خوشحال شدم. تشکر. سلامت باشین. دوستا در خدمت شما هستیم. همین قسمت دوستای ما گاز میفروشن در روبروی جاده شباخونی نور. سلام علیکم. موندن نباشین. قتالی سب خوبی؟ ساعت شما خوبه؟ گاز فروشی برادران قتالی. درسته؟ بله. گاز کیلو چنده؟ گاز به 46 ریبه. کیلویی؟ بله. 46 افغانی. خیلی خوب. و باز رفیقا اینجا از کجا گاز میارم؟ از او بر سرک چه قسمی هست؟ دیگه از اون خیلی جادا اینا دکاندارا منطقه‌ای که مسکونیه. باز گاز به این روزا تا بالا میشه؟ تقریبا ولی قیمت ها اینا تقریبا 2 هفته پیش به 48 اینا بیده. یک جریبی ارزان تر شده. باز زمستون هوا که سرد چه میره به اوج دیگه. دیگه ببینی امید دارن که نره بالا. و امیدوار هستیم که کنترل صورت بگیره. اگه نه گاز هست ذخیره زمستون هوا که سرد میشه باز خار و غریبا دیگه بیچاره‌ها بخی به جنجال گاز خریدن. همین واقعا از خدا میخوایم که بالا نره دیگه نرخ گاز. چون مردم توان اینا ضعیف‌تره. همین 45 لیتر باشه اقتصاد اینا میکشه. بسیار خوب. رتلسیب این دستگاه شما چیه؟ این چی نقشی داره به گاز کردن؟ گاز کش میکنه. اگه این نباشه مثلا یک کپسول به 20 دقیقه گاز نمیشه. گاز به 1 دقیقه کپسول گاز میکنه. یعنی سرعت زودتر گاز کش میکنه. این برقیه؟ بله. و برق میچله؟ با برق میچله.
بعضی وقتا رفیقا میگم همه گاز بگرم هوای رم گاهی وقت خالی کنیم هر چند دقیقه. شما خالی میکنید؟ تو زمان سابق بود که دستگاه نبود مثلا هوار خالی میکنم اما حال نه لازم نیه. هر دستگاه بود دیگه نیازی نیه نه. میسوزه. درسته. دیگه خود لالا قطری صاحب خود خان دختی دومیادی گاز میفروشم. این خان بگرم به تخت زرگری جای بشینی. دیگه شکار کنه افغانستانه. هر اندازه توانه. دیگه این خان میفروشیم ما. بسیار خوب. و امیدوارم که به کاروبار شما برکتی بیاید. روزگار شما بگرده. خوشحال شدم. موفق باشید. سلامت باشید. بیننده‌های عزیزی بود برنامه ما از دم شفاخانه نور مقابل شفاخانه نور هرات که تقدیم شما کردیم. امیدوارم تا اینجا دیده باشه. کامنت سابسکرایب بکنیم، حتما لایک بکنیم برای ادامه راه ما به اینکه بتونیم بیشتر دیده بشیم رفقا. و من از شما صمیمانه میطلبم که ما رو حمایت بکنیم و باز تا گزارش‌های بعدی که باز خدمت قرار میگیریم. شب و روز شما خوش. خدا نگهدار.